سلام، امیرو هستم. به اولین قسمت پادکست من و بلاگرها خوش اومدید. جایی که با چهره‌های خاص و الهام بخش اینستاگرام میریم به پشت صحنه زندگی و مسیرشون. همراه ما باشید. امروز یه مهمون درجه یک داریم که شاید صداش رو با چشماتون هم شنیده باشید. سجاد تربتی اینجاست، کسی که با دکلمه‌هاش دل هزاران نفر رو لرزونده و حالا اینجاست که کمی متفاوت‌تر باهاش صحبت کنیم. مرسی، ممنون امیر جان. خواهش می‌کنم. عرض سلام و درود خدمت فالوورای عزیزم و امیر آقای عزیز که منو به این مصاحبه دعوت کردن. من خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم که کنار ایشون ما هم خوشحالیم اینجا هستم. هدف من از ساخت این پادکست سجاد جان یک سریالی رو من بسازم که هر عزیزی رو ما هر هفته دعوت کنیم، هر بلاگری رو و تجربیات شخصی، نکات فنیشون رو جلو این دوربین برای کسایی که میخوان تازه شروع کنن بیان کنیم. حالا یک نگاهی، یک مروری بر پشت صحنه زندگی و مسیرشون هم میندازیم. و سوال اولم اینه که شروع کار شما در این اینستاگرام چطور بود؟ یعنی با تجهیزات خیلی حرفه‌ای شروع کردی یا نه با خیلی چیز ساده؟ میخوام به چی برسم؟ میخوام بگم که آقا ذهن کمالگرای خودتون رو کنار بذارید. کمالگرایی یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا باید همه چی بهترین باشه. بعضی وقتا وقتی بر بهترین حالت باشه چیزی خلق نمیشه. در ساده ترین ها ممکنه شاهکارهایی خلق بشه. و میخواستم ببینم چطوری بود، با چه چیزهایی شروع کردی، اصلا چطوری این ایده به ذهنت رسید؟ حقیقتش داداش من با تجهیزات خاصی نبودم، با یک گوشی معمولی، گوشی شیائومی نوت 12 شروع کردم. دیگه کم کم پیشرفت کردم، کلیپ‌های طنز، متن، دکلمه. بعد به این پی بردم توی پیج من دکلمه بگم خیلی بهتره، مثلا هر پیج یک چیزی باید بسازه. خب و اینکه من الان جدیداً پی بردم دکلمه توی پیج من بیشتر رشد داره و فالوور بیشتری دریافت میکنم، خودم استعداد بیشتری توی این سبک دارم دیگه. حالا یکی از توی سبک خودش موفقه، منم توی این سبک حالا موفقیه دیگه، نسبتاً خوبم. بله. خب میدونی من بیشتر حس میکنم اون دکلمه ها، اون تکست هایی که داری میگی بیشتر خود واقعی خودته، یعنی نمیای بازیگری کنی. خب یعنی هر چیزی که از دلت میاد بیرون رو میگی و فکر می‌کنم یکی از دلایل اینه که اگه آمار بازدید بیشتره اینه. و این یک نکته مهمی بگم اینه که وارد یک حیطه کاری بشین که بهش علاقه دارید، یعنی دنبال چیزی نباشید که بهش علاقه ندارید و از اینکه بازدید زیادی میخواد بخوره به این سمتش. و اینکه سوال دومم اینه که چه استراتژیکی برای رشد فالوورات داری؟ مثلا حالا بعضی میگن الگوریتم‌های اینستاگرام، یک ساعت خاصی مثلا پستاتو بارگذاری می‌کنی، یه ساعت خاصی مثلا باید استوری. این روند کاری چجوریه که یک تجربه بشه برای بچه‌ها؟ البته اینم بگم برای هر تاریخی این موقته، بعضی اوقات تغییر میکنه که اونم باید انقدر بروز باشید و دنبال اخبارا رو دنبال کنید تو حوزه کاری خودتون که بدونید چجوریه. حالا شما نظرتون چیه؟ اوایل توی این اینستاگرام مثلا هشتگ میذاشتم، خیلی خوب هشتگ، مثلا هشتگ زدن، ولی الان جدیداً پی بردم مثلا هشتگ ها زیاد تاثیر نداره و اینکه بیشتر سعی میکنم روی خود کلمه کپشن و اون جایی که نوشته صدای اصلی، آره اون بالا توی ریلزا، اون بالا رو ویرایش میکنم و یه متنی مینویسم یا یه خواهشی میکنم که مثلا بیننده رو به پیجم دعوت کنم تا فالو کنن یا مثلا لایک، کامنت، اینجور چیزا. و این اینم خوبه بچه‌ها، هشتگ زنی هم خوبه ولی یکم قدیمی شده فکر میکنم. خب نه، من یک جای دیگه هم خونده بودم، یک منبع رسمی که گفته بود دیگه هشتگ فایده نداره، یعنی تأثیری خیلی نداره روی مثلا ویو گرفتن. و میگفتن اون لوکیشن انتخاب کنی خیلی تاثیر داره. دقیقاً
لوکیشن ها دقیقاً. الان اگه دقت کرده باشید اینستاگرام خیلی تاکید روی لوکیشن داره، مثلا لایو یا کاربرا رو هر کدوم تعیین میکنه، شیر میکنن برای همدیگه. یک گزینه جدیدی هم اضافه شده، فکر کنم خیلی روی این تاکید داره. من توی پیج خودم مثلا لوکیشن های مثلا توی شب ویدیو میساختم یا کلیپ میساختم، توی شب کنار یه چرخ و فلکی توی شهر بازی یا مثلا آره اون حالا یک جایی که مثلا پشت صحنه‌اش رنگی رنگی باشه، بس مثلا نورپردازی هم خوب باشه. ما حقیقتش با مثلا یک گوشی فیلم میگرفت، 2 تا گوشی این طرف نور مثلا با چراغ قوه مینداختن تو صورتم مثلا، یعنی با کمترین تجهیزات داشت یک ویدیو خوبی رو میده. خب منظورم میدونید از اون لوکیشن اشاره گذاری مکانه، که نام اون مکانی که هستی رو داخل اون پست بذاری. منظورم اون بود که خیلی شنیدم گفتن تاثیر داره. اشتباهات رایجی که بلاگرها انجام میدن یا کسایی که تولید محتوا میکنن توی پیجشون چیه؟ به غیر از حالا بحث استوری یک چیز جداست، خب که برای بازدیدشون میاد پایین‌تر، اون چه اشتباهی ممکنه ازشون رخ بده؟ من میگم که سعی کنید محتوای مثلا نجات پرستی، محتوای برهنگی جنسی، بعد قرعه کشی، اینجور چیزا رو نذارین، چون که کم کم آمار پیجتون میاد پایین. و اینکه سعی کنین اون چیزی که مخاطب شما از شما انتظار داره رو تولید کنین. اگر توی پیجت نگاه کن ببین مثلا کدوم کلیپت بیشتر از همه لایک و ویو خورده، مثلا اونو نگاه میکنی میبینی آقا این کلیپ من خیلی لایک و ویو، مثلا لایک و کامنت و اینو خورده، سعی کن این اونا مثلا کلیپ بساز، شبیه اونا کلیپ بساز، متفاوت نساز. و اینکه هم میدونی برای اون چیزی که گفتی، برای محتوای نجات پرستی یا یک قومیت خاص، به غیر از این که حالا دشمن میسازی برای خودت، نمیدونم تعداد ریپورتیاتو میبری بالا، میای برای خودت هیتر درست میکنی، یک جمعیت زیادی که به خونت تشنن و ممکن اتفاق بعدی حالا چه آره اونجوری باشه. مثلا آقای به یک قومی توی مثلا قومای ایران مثلا توهین میکنی واسه جذب فالوور، ارزش هم نداره، اصلا ارزش نداره. بعد حالا دشمن تراشی که جای خودش، بعد اصلا تو ذات ما ایرانی ها نیست، نمیدونم خیلی به خاطر فالوور اصلا. حالا میدونی چه اتفاق میفته؟ خودت شخصیت خودت رو ترور کردی انگار. خودت رو ترور کردی. خب و سعی کنین با اینجور چیزا کلا سراغ اینجور چیزا نرین، کلا دنبال یه قومیت خاص بخواین توهین کنین و برای جذب فالوور هر کار ارزشی نداره. اینقدر هست مسیرهایی هست که شما بتونید محتوای خوب بسازین که لازم به اینجور کارا نیستش. توی این پادکست ما یه سری باید و نبایدها رو میایم توضیح میدیم، یعنی چه کارهایی باید انجام بدی خوبه پیجت رشد میکنه و آمار بازدیدت میره بالا، و چه کارهایی نباید انجام بدی و خطرناک. یکی از اشتباهایی که خودت انجام دادی و یک صدمه‌ای به پیجت وارد شد چی بود؟ من یه استوری گذاشتم، اون استوری در موردش تحقیق نکردم و اینکه بهتون میگم که آقا هر استوری رو میذارین، چه تبلیغات چه بدون تبلیغات، در موردش تحقیق کنین. من یک استوری حالت لینک بود آقا امی جان. آره لینک، یک لینک بود زیرش نوشته بود قرعه کشی. خب میدونی یه سری لینک ها باید با یک سری ابزارهای خاص باید آنالیز بشه که ببین اون چیه مخربی نداشته باشه. حالا پورت فورواردینگ رو انجام میدن رته و یک سری میاد کلاهبرداری انجام میدن. حالا شاید هم خیلی ریپورتی داشت از پیجای دیگه و چون شما اونو گذاشتی پیج تو حالا گفتی شادو بن شد پیج، درسته؟ آره توی وضعیت حساب پیج من 4 تا تیک سبز داره، میتونین چک کنین. 3 تا از اون تیکا قرمز شدن و اینکه راه اکسپلور بسته میشه وقتی قرمز بشه، ویو استوری به شدت کاهش پیدا میکنه و شادو بن میشه. آره. امیدوارم برای هیچ کی اتفاق نیفته. تحقیق کنین، فقط نگاه استوری میذارین تحقیق کنین. پستای نمیدونم فعالیت‌های جنسی تلقی میشه، بعضی از پست‌ها خشونت آمیز، نجات پرستی. فکر کنین اینا رو مشورت بگیرین وقتی که میخواین آپلودش کنین
دیگه حالا خودتون میگین. این که یک سریا همینطوری هر چی بهشون میذارن دیگه. خب آقا شاید یک یک محصولی رو شما میخوای توی پیجت مثلا تبلیغ کنی. من توی مسافرت رفته بودم با یک دوست عزیز آشنا شدم، پیج شوتی سوارا رو داشت و خیلی فالوور زیادی داشت، خیلی پیج قوی داشت و میگفت که من هر محصولی که میخوام تبلیغ کنم یک نمونه رو باید بفرسته، من تستش کنم ببینم واقعا جواب میده و بعد تبلیغش کنم. چرا؟ چون شاید تعداد زیاد اون محصول فروخته بشه و فالوورات ناراحت بشن، کیفیت خوبی مثلا نداشته باشه. این همه اینا هست. ولی خب به نظر من خیلی زود در مورد این چیزا صحبت کنیم. اصل موضوع ما بر این بود که مراقب پستایی که میذارید، حالا چه خشونت چه فعالیت‌های دیگه، حتما در موردش تحقیق کنید، آنالیز کنید. میگم ابزارهای وجود داره، از با تجربه ها استفاده کنید و اینکه خیلی مراقب باشید. سوال دیگه هم اینه که بزرگترین چالش این مسیری که داشتید چی بود؟ حالا از ضبط کردن یک ویدیو، ریکورد کردن اون ویدیو، یا نمیدونم آماده سازیشو، متنشو، سناریوشو، اینا چطوری بوده؟ چالش بود؟ متن و سناریو نویسیشو مثلا اینا آسونه، راحت انجام میدید. بدونید انجام میدم، ادیتاشو. و اینکه تنها بودن خیلی مثلا سخته، مثلا توی فیلم ساختن، توی کلیپ ساختن. یعنی تنهایی بری اون کار رو انجام بدی. تنهایی مثلا آقا یکی باید فیلم میگیره ازت، یکی باید نور برات نگه داره. حالا ما که فیلم بردار خاصی چیزی نداشتیم و با یک گوشی مثلا رفیقمون میگرفت، یکی هم این طرف با گوشی دیگه‌اش مثلا نور چراغ قوه‌اش مینداخت تا مثلا با کیفیت تر بشه صدا مثلا اینا. یک نکته دیگه هم هست، همینه، میگم جاست تو ایت، فقط انجامش بدن. حتما لازم نیست که شما بری بهترین تجهیزات رو بخری. اون اول بیا شروع به کار کن با همون حداقل ترین چیزایی که داری، فقط ادامه بده. آره، ناامید نشو. این با هم دیگه گفتیم ناامید نشو، خیلی مهمه این. پس بزرگترین چالشت همین تنهایی رفتنه، یعنی چند نفر باشه، یک تیم خوبی باشید. یه چیز دیگه بگم امیر جان. بله آقا توی هر سبکی که مثلا کلیپ میسازین توی اینستاگرام، سعی کنین کسایی که مثلا مثل خودتون بلاگر هستن، آقا یکی از دکلمه میگه، برین اون کسایی که دکلمه میگه رو دنبال کنین، چون که و باشون تعامل برقرار کنیم. خیلی مهمه. ایده بدین به هم دیگه، یا ایده بدین به هم دیگه. آقا مثلا شما برای مثلا یک بلاگر کامنت میذاری، اون هم میاد برات کامنت میذاره. این خیلی مهمه. حداقل 70-80 نفر عین خودتو پیدا کن تو اینستاگرام، همون تبادل اکانت خیلی مهمه. آره خیلی. اون که توی تلگرام هم خیلی میبینیم ما کانال همدیگه رو مثلا تبلیغ کنن، یا اگر تعداد ممبراشون یکی باشه بدون گرفتن هزینه اضافه این کار انجام بدن، یا هم که یک هزینه میگیرن اون تبادل رو انجام بدن. و اینکه چه توصیه‌ای به کسی که تازه میخواد شروع کنه داری؟ فقط بهش میگم که با هر چی که داری، با گوشی، با دوربین، با دوست، آشنا، رفیق، صدا ضبط کن، میکروفون، فقط ادامه بده و ناامید نشو، به حرف مردم گوش نکن. اون چیزی که توی قلب خودت هست و به اجرا بذار و فقط ادامه بده، تحقیق کن، ببین چه چیزای خوبه چه چیزای بده دیگه. یک نکته از بین حرفات بگم، بحث خانواده چطوریه؟ همین که میگی مثلا توصیه میکنی که به حرف کسی مثلا گوش نده، بعضی وقتا بعضی خانواده مثلا گارد میگیرن روی موضوع، دوست ندارن. خب بستگی داره، مثلا مثلا چه سبکایی رو ادامه بدی. مثلا من این سبکی که خودم دارم ادامه میدم واقعا همه راضین، از اقوام، از پدر مادر راضین، چون که چیز حقی هست. مثلا یعنی آره یه چیز مخربی توش نیست. آره. مثلا یکی از کلیپ مثلا میسازه تو اینستاگرام، مثلا استوری چی میگن بهش، استوری مثلا آقا عرق خورده، مثلا آره سفرهشو پهن کرده، اینا آقا تخریب داره. مثلا کسایی که ما کوچیک‌تر هستن تخریب میشه. اینا رو من نمیگم که ادامه بدین، از اینا بذارین، چیزیو که خدایی است و در ذات ما ایرانی است و به اجرا بذاریم، نه چیزای من دیدم مثلا اینا آموزش دیگه دارن، آموزش میدن که بیا باید این کارو بکنی، باید این کارو بکنی. آره تبلیغای خیلی منفیه و من خودم به شدت مخالفشم و الان خیلی هم زیاد شده.
و یک یا مثلا قانون خوبی دخترها الان برهنگی‌های جنسی مثلا اونا آره، یا استفاده ابزاری از من باهاش بچه‌ها، مخالفم مثلا. آره بچه‌ها رو میارن که برای ویو بیشتری مثلا بگیره، تیپ‌های مختلفی میزنن یا خیلی بهشون سخت میگیرن که نمیدونم این متن رو اجرا کنه، این سناریو رو مثلا اجرا کنه. حالا اگه اون علاقه داشته باشه خوبه، ولی اگه علاقه نداشته باشه به نظر من یک ظلمیه در حق اون بچه. هدف یا آرزوی بلند مدت توی این حوزه چی؟ هدف من واقعا هدفم اینه که توی اینستاگرام بالای 5 میلیون 6 میلیون و اینکه وقت آره واقعا خیلی خوبه. آره بعد از یه زمانی به بعد میخوام سبکمو تغییر بدم و برم سمت مثلا داستانی، مثلا کلیپای داستانی و اینجور چیزا، مثلا چون اینا فالوور بیشتر مثلا ازش میاد. سینمایی طور باشه مثل مصطفی آزاد که عین مصطفی آزاد، مینی سریال. و من خودم الگوی من توی اینستاگرام پیمان ایداس خدا بیامرز بود و خیلی دوستش دارم. انشالله که به هدفت برسی. خب یک جمع‌بندی بکنیم. این قسمت ما بیشتر تاکیدمون روی همین استوری بود که بگیم هر پستی، هر لینکی رو نذارید، آنالیزش کنید، تحقیقش کنید و اینکه با هر چیزی که دارین شروع کنید. قسمت اول ما این بحث رو گذاشتیم که یعنی شروع کنید، هر کار میخواین، هر ابزاری دارین، هر تجهیزاتی دارین، شروع کنید. خیلی ممنونم که دعوت من پذیرفتی و همراه ما بودی. ممنونم. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار. مرسی. ممنون.